در زده و مکسر هستم. اومدیم با یه ویدیو دیگه، سومین ویدیو چنلم. امیدوارم خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. اگه شد یه کامنتی هم بذارین. دمتون گرم. لیتس گو. میندازیم آقا. رسما با این بالانس چین ریدن داخل کنون کارت. ریدن ها. نمیدونم اصلا چه شکلی بگیرن. اصلا کارتی هم نبوده زیاد باف باشه همه استفاده کنن. تک و توک رسما آمدن داخل کارت ریدن. بعد مادر میگم ویچ هم که هنوز نیامده نرف شد. خوشبختانه ویچ ترکیب من خیلی هست. وای باید بفرستم و بذارم دمیج بده و بگاه رفتم رسما. من فکر کنم 3 ضرب بزنه. آره فکر کنم پاورش رفت. یکی دیگه ای بگردم غیرتی. خیلی بد کردن این کارت. به درد نمیخوره خدا وکیلی. بیا اینجا. مسیت حیاتی واتی 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 100/1000. این لامصب باید نرف میکرد. این چه کارتیه؟ چرا نرف نمیشه این لامصب؟ مایه عذاب بدبختی خدا وکیلی. مایه عذاب و بدبختی. حالا مزام نشوید. بگیر رو این. من تو تاور میدم. نه یه برد مشتی. مگا نایت زد. مگا نایت بافه. وار کرکر بافه. پرینس بافه. اکثریت کارتا بافن. بازی انداخت بیرون. من چرا آقا ناخوا. معلوم نیست ترکیبش چیه. فعلا باید تو فاز دفاع باشم. من نمیکنم. bu خیلی این همون کارت گفتیم برای خدای خوبه. با این نرفی هم که خورده. الان نمیتونم. قبلا نرف خورده ولی خب انصافا کارت خیلی خوبیه.
امیدوارم ول کرده باشه که جان ول کرده. که میندازیم اوش بیاد دستمون. آقا مرسی بابت 12 تا ویو. برای شروع خدایش 12 تا ویو هم خوبه، ناشکری نمی کنم. دمتون گرم. دم اون داداشمون هم بگم واسم کامنت گذاشت، دمت گرم. مهمتر از همه دم عموهاران گرم که حرف من زمین نزد و حیا من پین کرد. دمش گرم خدایی. این اسپلش یارده. یا حسین با بیچه بعدیش اوه و بدبختی بر دودمانم آمد. تنها راه نجات همین گلینشتاینه. یا حضرت عباس. اون اسکلتا چه ربطی به این دارن؟ نت ما رو نگاه کن خدا وکیلی. خب من جان مادرت بزنش. ای خور مادرت گاییدم. نه که پنگی بزنیم. همه جو خوب میدنم رو بهش. دارت غیرتی. این چیه خدا وکیلی؟ این خونش تا خواهی میگیم بیادبی نکنیم. بابا ننداز این گوره دیگه. این چیه خدا وکیلی؟ لعنت بهت باز و بانی این کارت. این بنده خدا داره چیکار میکنه؟ تو باخت. نمیمیره این لامصب. من چیکار کنم این بمیره؟ چرا میندازه این
خارکسته زار تو زور بیرون. آقا به نظر شما کدوم یکی از این کارتام رو الیت کنم؟ ریکرویس الیت کنم، ارور الیت کنم یا کنون؟ من خودم زیاد نظر رو همین ریکرویسه، خیلی به درد میخوره. ولی خب ارو هم خوبه. یه نظر بدین لطفا تو کامنت ها. این چه ترکیبیه؟ الله میداند الله. فعلا که تریده، دو تا اسپل هم داره. گارد نرف خورده، گاردم نرف خورده. گاردو نمیدانم ترکیبش چیه، هر کی هست به من که زده. خب اینم از کنون کارت آموزشی. بازم دست مامان گم نکنه گرفت ویدیو. همین پیام من پین کرد، پیجم دیده شد، یکم دستش درد نکنه خدایی، دمش گرم. تاور نمیره و فکر کنم بتونم داخل این یکی اتک بگیرمش. خیلی باتل باید از اون ور بدیم اون ور که تا دست پر کرده. ما آنچنان کار نداریم تا اونی که ریدیم گوبین بلره. نه اون ضربه نمیتونه بزنه. دادگوبین قهرمان مگه میذاره؟ آقا اراش کشیدیم بیرون، یه راش سگی. میگانایت داره، اصلا حواسم نمیدار. میگانایتش این قبل بندازه بازم خوبه. یا حسین میگانایتش بدتر داشت. نه الان میفرسته. برابر اکسی احتمال 90% که نه، 40-50% بتونم بگیرمش. حرکت پلنگی روش میزنم.
با دمشگم رید یا حسین 8 فعال کن. بردیم 8 سانمان. بابا ننداز بیرون. چرا من رو پلی گیم میزنم میندازی بیرون؟ حرکت ها چیه ناموسن؟ این هم از این. بعد دوستان اونایی که بازی میکنن بیان اینجا. یه دونه آفر گذاشته بود، یه دونه همین کارت میداد، کارت همین بومبر، یه دونه تک کارت وی بومبر میداد، بیاین بگیریم بازار تا چی پول. بریم سراغ ادامه. آقا ممنون میشم لایک و سابسکرایب بزنید، کامنتی هم بذارید دیگه. گناه دارم خدا وکیلی پیج زدم قلب من نشکنید. حالا با هم برنامه داریم. بیا اینجور بسل دادن اینجا آنتن نمیده، دفاع میشی. بیا اینم دفاع کن. اسنوبال اوش بزنه رو گوبلین راحت چیه میگیرم من. یعنی غیرتی تر از این دارت گوبلین ندیدم. خدای شیفه. ای نرو جلو ناموسن دیگه. بتونن یکم علافش کنن. اینه باید یکم بافش کنن. 8 بار این کارتو نفر کردن. 6 ماه. بیا درست برسید. بیا فعلا خوب جلویم. ارو رو باید آماده کنم. این شغال به این هوایی که من بذارم این من بتل بده. واو بهترین موقع فرستاد چشه. بردمش دیگه. من اینکه داشت داری زجه میزنه دیگه بردم تا دراریا. فعلانه که لیگ پایین و قدرت در دستان ماست. واو چند تا 111 تا دمیج میده. وای یعنی یه سگی باختم. براری یه گوی بخورین اون بر. ای خور مادرته بابا. بازی بردره باختم رو کسخولی خودم. تو سربازشم اوه بدبخت شدیم. فایت هم برد داخل بیس خودش رو فکر کنم میروریم.
فعلا جز میلارد هیچی دیگه آیدم نمیشه. دارتشو میخواد بفرست، اگه دارتشو نفرستاد نمیدونم احتمال 90% ارام داشته باشه. نه این تکیه من میلارد نیستیم. اون فکر کنم بتونم تابر فعال کنم، فکر نکنم. ریدم اونو، اصلا ریدم. تابر فعال کردیم خوبه. دارت گوبلین قهرمان مگه میذاره یکی از اینا بچسبه؟ یعنی بهتر و عشقتر از این کارت دارت گوبلین پیدا کردی هر جا بیا سلام من علیک کن. خیلی کارت خوبیه. اون اوایل هم که داشتم بازی میکردیم این کارت همینقدر خوب بود. نکشینش؟ ای بگردم. هم داری یعنی که یک لمس کوچیک هم نداشته به تاورش بزنیم. نباید ارا رو میریختم. الان ریختم و دهنم سرویسه. تا یه جای اشتباه کرد. نه هیچ اشتباهی در کار نبود، بهترین کار کرد. من این دفاع نمی کنم، ترجیحاً ابیلیتیشو بزنم. اون برای فای کرکر میخوام برم این بتلی که یه قرار بدم بینش. این فای کرکر کدام برم میفرسته؟ فای کرکر نفرسته. نگاه کن اوی سرباز همینقدر خوبه. بازم نمیریزم، بازم بریزم اشتباه محض کردم. در به در دنبال همین بود که من اینو بریزم و فارکرکی بوش بریزه. بزنین ای بگردم غیرت تان ناموسن. بهترین کار خفه کردن اینا اینه. از اون زاویه میگیره. ای پدر مادرت لعنت. بیتی رو بزنیم بابا کنون. یه باختیم دیگه. من یه معجزه‌ای بشه این وسط ها. نه یادم من این بزن نفس بکشم. باختیم. ای خدا. آقا این چه باگی خدا وکیلی. ما میذاریم رو پلی اگین به جای اینکه دوباره بره تو بازی میندازه ما رو بیرون.
زجیم. ایوه. چیه این ترکیب؟ هوک سایکله بیان خودشه. خب یارو ترید رسما ترید دمیج زیادی بهش میدم از اون وقت. فقط باید این کنون کارت درست بندازم دیگه. کنون رو خالی کنون کارت نه، چون سوتی زیاد دادم تو کنون انداختن. فکر کنم فایبالش روش بزنه. اینم باش نرف خورد. خیلی خوب بگاه رفتیم دیگه. رو هشیستی من اینجا قفل کنیم که اون کارت باید جلو بندازیم. تمیز زیاد نده بهمون. ای خدا میشه اینو بگیری؟ زدشم یه جورایی اذیتش میکنم. هیچ کارتی نداره درست اما ولی خب فعلا اون داره من اذیت میکنه. حتی زدم هم چه حرکتی بزنه تا اینو بفرستیم. ای پروفسور اصلیشون باره اون تابر رفت هیچ. نمیدونم چه اصراری داره اون تابرات رفت. عزیز من دورت بگردم آقا اینو بندازه خیلی هم عالی. این بغل بفرستم. نه رید دیگه تمام شد. با گفتم زدشم یه دقیقه رفت دو تاور با هم برا. شانس ما رو نگاه. یادم میره هی بزن روی این پلی گیم پلی. بریم از آخرین مچ. آقا من فعلا یکم خجالتی هم خداییش زیاد صحبت نمی کنم. خجالت میکشم راستش بخواین. دروغ چرا بهتون بگم. بندگی خجالتی هم تا یکم یخم باز بشه طول میکشه. خیلی خوب زدتر از الکترودراگ نداریم. اینم باید نرفش کنم ناموسا. اینم باید نرف کنم. ایوش 6 کارت من میجوه چیه همین؟ چرا تو ابیلیتی باید فعال کنی؟ گرفتیش دیگه شغال. یه دانه ریسک میکنیم ببینیم. ریکس میکنیم ببینیم مگاناید اگه نداشته باشه کارش تمامه. بهتر از مگاناید داشت. قاعدتا باید بره بالا دیگه.
یه چونه باش آمد دهن ما رو سرویس رو. بابا اینترنت میگم صحبت نکن. رو برو دیگه تابرت افتاده. چه عجب. من ریدم به اون از بازی دیدمت. من از ویدیوی چنل ما ممنون میشم. لایک و سابسکرایب کنید. اهورامزدا یار و نگهدارتان. فعلا.